هم میهنانم. امروز میخواهم تصویر روشن‌تری از آنچه برای به زیر کشیدن این رژیم لازم و ضروری است با شما در میان بگذارم. سخن من به ویژه با مردم تهران است که با شجاعت خود دور تازه خیزش ملی را آغاز کردند. جمهوری اسلامی می‌کوشد از شکلگیری تجمعات در تهران جلوگیری کند، زیرا به خوبی می‌داند که تسخیر خیابان‌های تهران و دیگر کلان شهرها روند سقوط آن را به طور جدی تسریع می‌کند. برای غلبه بر سرکوب رژیم یک راه پیش روی ما قرار دارد: حضور همزمان و میلیونی مردم در سراسر شهر و همزمان ایجاد راهبندان در محورهای کلیدی و جاده‌های اصلی. برای تحقق این امر نخست باید همه بر ترسمان غلبه کنیم و بدانیم که اگر خیابانها را تسخیر کنیم، رژیم به سرعت توان و اراده سرکوب را از دست خواهد داد. راه حل این است که در قالب گروه‌های کوچک و منسجم از دوستان و اعضای خانواده به نزدیکترین خیابان محل سکونت خود بروید، یکدیگر را پیدا کنید و سپس دست در دست هم به سوی خیابان‌های مرکزی شهر حرکت کنید. با اطمینان میگویم که با شکلگیری سیل جمعیت میلیونی، نیروهای سرکوب رژیم توان ایستادگی نخواهند داشت. بسیاری از آنان عقب نشینی خواهند کرد و شماری نیز به مردم خواهند پیوست. تسخیر خیابان‌های تهران و کلان شهرها با حضور میلیونی مردم گامی حیاتی و مکمل دلاوری‌های مردم است که شجاعانه در شهرهای کوچکتر در مقابل نیروهای سرکوب ایستاده اند. از همه شما می‌خواهم این پیام را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و برای چنین رویداد بزرگی آماده شوید. ایران را با هم پس می‌گیریم و دوباره می‌سازیم.